به شرطی که این بازی ها هم باز به قمار نه انجامد. وقتی که قمار کدام از بازی ها در اسلام جایز است؟ این سوال چندین بار تکرار شده است. هر بازی که سبب انکشاف عقل شود، سبب تربیت بدن شود، خب که باشه، اینها جایز است. مثل فوتبال و والیبال و مثل شتنگ برداری و مثل تیراندازی و نیزه زنی و مثل آب بازی و اسواری و اینها همه جایز است، زیرا همش برای انسان فایده دارد. هم جسم انسان آب و تاب می‌یابد، هم با قوت و با شجاعت میکند انسان. اینا جایز. اما بازی هایی که برای نه جسم شما فایده دارد نه عقل شما فایده، مثل قرط بازی، فقط وقت گذرانی است و خلاص، مثل شهمت بازی یا نرد بازی، اینها حرام هستند. از اینا خداتان. یا مثل من کامپیوترات میره میشین ساعت های طولانی زدن میگیری 7 متر، اینا احمقی است. این وقت شما رو ضایع کردن است. باید مسلمان یک بازی کند که در جسمش فایده داشته باشد، جسم او را آب و تاب تیاد. پیغمبر خداوند مسلمانی قوی و با قوت بهتر است از مسلمان ضعیف و ناتوان. به شرطی که این بازی ها هم باز به قمار نه انجامد. وقتی که قمار ده انجامید به حرام میشه بچم، هر کدامش باشد. مثلا فوتبال دو گروه تشکیل میکنن، از هر دو جانب پول جمع میکنن، در بین میمونن، کسی که برد با پول میگیره. این حرام است. فوتبال هم درست است، والیبال هم درست است، همه زمان گیمناستیکایی که میکنن این هم درست است، به شرطی که نماز باز میگن قضا نکنید.